والله باقی نامه فرید بلوچ از شهرستان سراوان. امید کنم که الله رب العزت تمام وجهنا صحت و سلامت بکن. یک کلیپی که در مورد نازک کردن پارکینگ توضیح داد. الان خروک هم توضیح داد چی که بود. خروک برزی چی که بود. تقریبا نصف ناخونه یعنی برزی بود. بعد سیمان بستن هم که بستن طریقه سیم بستن تنبوره. الان این تنبوره تنی باید دیگه نوکو ولی خب الان ما چونه کنین تیستی کنین. تو تنبوره ما سیمتار کرتا تنبوره ساز کرتا. وقتی که تنبوره پالکی میزان صاف بود خروک هم میزان سر جای ناتم بود از برزی خروک هم توضیح داد چیکه بود سیمان درست بسته میبه تنبوره آواز شیرینه بود علای تنبوره نوکو نجتا اولی که صداییو چو تب ساز بزوره تجنگ بود قطعا آواز روز از روز بهتره بود اولین تست تنبوره که ما کنه آواز ما گنگ نه हो ویلو آواز توار تنبوره سبک کو پس دوستان توجه کنید سیمتار کنگ چه سروز ببو چه تنبوره ببو خروک نادینک چه سرود ببو چه تنبوره ببو خیلی مهمه هنر ظریف چیزه و وقتی که ساز برابر بود हम आकसे के गोश्तदारों को लज्जत हासिल का हम जनों को लज्जत हासिल का हला साज मिजानो अवली की साजियो हला माई जने सदाई वाशा हला माया नामिजानी कने एक ज़ारे साजरे भी हम जाने नवाला पेतम जी तका आवाज वशे आवाज आशीरने आवाज रफ साज भी हम हुआ पस साज कनक हम मुहिमतरीन चीज़ होते सरोज तंबूरा व दूसरा जो कुर्ता के माँ तंबूरे चुनका गुसरोज हम साज करें अलानी वादी एक क्लिप में बखातिर इशी गे कि मुजद्दद तोज़ी बताएं कि जहन दूसरा वश्तेर बोलो इस दूसरी में शुमा इस सी में अवल दो में शुमा गो जिल सरोज हम साज में گزیلم ساز می و وقتی که این دو سیم مثلا ساز بوده شما توی سیمان جنی آوازش هماهنگو ولی اگر یک سیم جالتر ببو یک برسر ببو زمانی که شما جنید قیش مانه بود نامیزانه بود پس دوستا سه کنه این دو سیم اول گزیل سروز اگر شما زیل هر کجا سازد این دو سیم اول تنبوره گزیل هم ساز کنه باما گو بام سروز هم ساز کنه گو بام سروزی هم ساز کنید دو سیم اول گزیل بام گو بام سروز کجا بام سروز شما سازد همه جگهی ساز کنید و این اولیکین تست صدای تنبوره ما سیمتار کو پلکی میزان کو خرکی همه جال کو تا جگهی که خرک جواب داد لن دوستا توجه کنه خرک جاگب چی کرو هر چی خرک برسر ببود مثلا خرک ای اندازه بیت مثلا برزی خرک بالا ببود توار تنبوره گنگ بود توار شیرنه نبود خرک جهلتر ببود خوش آوازتر بود بعد ادامه یک کف دسته از انتهای تنبوره تا یک کف دسته یک کف دسته ایدیم یک کف دسته ایدیم به حالت بده خروک وسط نات اگر ما مثلا
بیاین مثلا وقت خط کشی هم بگیره به حالت بیلاوی در بیاره شی وساتنا تن ایده دیگه حد استاندارد جواب داتن و تنبورا وش جواب دادن. امید کنم که کلیپ مورد پسند قرار بگیرید. الله گنجی رحمتانه باور.